سلام بچه‌ها، صبحتون بخیر. حالا بود ساعت 8 صبح. میخوام برم مطب دکتر یه چکاپ کامل بکنم. بعد از اون طرف یه قرص سیتریزین برای حساسیت دارم بنویسه، چون بدون نسخه دکتر نمیشه. با من همراه باشید ببینیم به کجا میرسیم فعلا. تو باید وایسم. میتونم برم الان. یه فاصله ای رعایت شده بود. یکم باید صبر کنم. برم. اینجا قبلا پیاده رو بود، یعنی الان پیاده رو فقط برای آبادین پیاده، ولی الان میتونیم با دوچرخه هم بریم، به خاطر که اون سمت خیابون تعمیرات باوشتله به قول آلمانی‌ها، از این طرف میریم. هوام امروز خوبه، یکم باد زیاده. در نتیجه آلرژی منم بیشتر میشه، ولی خب قرصم تموم کرده بودم، باید برم دکتر برام بنویسه. دکترم ایرانیه و با زبان فارسی باش صحبت میکنه. سبز شد. آرایشگاه. مثلا قبلا توی این آموزشگاه هم میرفتم برای، یعنی گواهینامه هم اینجا گرفتم. کسایی که تو شهر نورن بگن، بغل اوبان راتناپلات آموزشگاه خوبیه، یعنی اینجوری نبود که گرون برام حساب کنه، همه چی رو قاعده بود. اینجا باز تعمیرات. رسیدیم به ایستگاه مترو راتناپلات. ما میخوایم بریم سمت راست، چراغ اونم سبزه. اینجا وقتی اینجا میبینید یه سری بچه‌های جوان اینجا، دانشگاه اینجا هست، همه میرن دانشگاه. سمت راست همه چرا قرمز شد، صبر کنم اینا برن. بچه نمیدونم صدام خوب میاد، ولی من سعی کردم ویدیو رو بگیرم. ادامه بدیم. اینجا هم سمت راست هم میشه اداره شهرداری. کسایی که تازه خونه عوض میکنن یا آدرسشون عوض میکنن میرن اینجا تغییر میدن. دوباره چراغ قرمزه.
شد بریم. من میخوام برم سمت چپ جاده، دستمو میگیرم. کسایی که میخوام برن سمت چپ یا راست حتما باید با دستشون نشون بدن، یعنی جزء قوانین دوچرخه است. بچه ها من کم کم دارم میرسم به مطب خانم دکتر. شاید اجازه نداشته باشم فیلم بگیرم، ولی خب الان دوچرخه اونجا پارک میکنم. فعلا اینجاست. از تا من برم داخل تا ادامه ویدیو همراه من باشید. خب بچه من کار تموم شد، آزمایش هم دادم، یه قرص سیتریزین هم برام نوشت دیگه. برم برای فکر کنم نونم ندارم، برم یه فروشگاه پیدا کنم، حالا الدی، نورما، لیدل، نونم بگیرم و برم سمت خونه ببینم دیگه چه برنامه دارم امروز. فعلا بریم یکم با دوچرخه. Let's go. قانون چپ و راست هم باید همیشه سمت راستمون رو نگاه کنیم. اگه ماشین بیاد باید اجازه بدیم بره، مثل اینجا. فکر کنم از سمت چپ برم بهتره، اون طرف اون یه طرفه میشه. یکم سربالایی دارم، بیشتر باید زور بزنم. دوچرخه هم برقیه، یکم اینو میزنم جلو. آزمایش رو دادم، دکتره گفت که هفته دیگه دوباره میتونی بیای. بعد واکسن کوزاز هم گفت بزن. یه سری واکسن ها رو که ندارم باید حتما برم بزنم تا هفته بعد. قرصارم نوشت، فکر کنم امروز فکر نکنم بتونم برم بگیرم، ولی فردا احتمالا برم بگیرم. اینا هم فکر کنم توریستن اومدن. بریم. سرپاینیه، با سرعت زیاد میریم.
حفرت. سمت راست رو مجدد نگاه میکنیم. بچه کوچه پس کوچه همشون سرعتشون 30 تاییه، یعنی بالاتر از 30 اجازه نداریم بریم. اگه هم توی دوربین نگاه کنید دوچرخه من بالای 25 6 نهایت 27 بیشتر نمیره، یعنی اجازه ندارم برم. اینجا حق با منه، باید بیسته. من باید میایستادم ولی رد کردم دیگه. دوچرخه است دیگه، 1001 اتفاق میفته. سمت راست مجدد باید نگاه کنم، خبری نیست. میریم توی مسیر دوچرخه. یا پیرمرد اینجا میبینیم. مورگن یه پارک هست اینجا، همه برای دوچرخه سواری یا اینکه میدومن ورزش میکنن. سمت راست هم یه هایم خانه سالمندان، سمت چپ هم ببخشید که تابلوش هم اینجا میبینیم که سینیور هایم، یعنی حواستون باشه اینا پیاده روی میکنن. اتفاقا نشسته بودن اینجا الان. بعد هوا میکم ابری شد دیگه. مسیر اونم دو طرف است، یعنی از دو طرف دوچرخه میاد. میریم سمت دستمونو میگیریم، میخوایم بریم سمت راست. متوجه بشن بچه این دوچرخه هم تو ایران نبود، اینجا هست. مثلا بچه رو عقبش میزنن و میرن. هوا خیلی خوبه. بنده خودم با سگش نه سگ نداره که اینجا خوابیده، میدوه ورزشن. فکر کنم دوچرخه اینجا اجازه نداشت بیاد، من نمیدونم، یعنی تابلوش هم حتی ندیدم، ولی فکر میکنم ممنوع بود. میریم سمت چپ. اینجا میسیم بریم این طرف خیابون. سرک میکنیم دوباره. معمولا توی خیابونا این خط قرمز صورتی مال دوچرخه است. معمولا تو شهر ما داره، ولی یه سری جاها هم نداره، فقط عکس دوچرخه روشه. سبز شد.
یه پاساژی نزدیک خونه من هست، اسمش مرکادوه. مرکادو. برم اونجا هم نون بگیرم، اگه اوکی شد این قرصا هم بگیرم. من دوچرخه پاک کنم، بعد برم توی پاساژ. اینجا پاک کنم. بریم داخل ببینیم چه خبره. یه ویدیو هم گرفته بودم حالا از اینجا، گفته بودم گل فروشی داره. گل فروشی، یه سری گل ببینیم بچه‌ها اینجا. این گلای خوشگلی داره. حیفی گل توی آلمان گرونه متاسفانه. ببینیم اینجا رو باید بریم سمت بالا. آخرین فروشگاه چی داره؟ بتونون بگیریم و بریم. ساعت هم الان 9:03 دقیقه. فروشگاه ادکا سنتر. داخل ببینیم آووکادوش به چه سبکی. آووکادو هم که شنیدم اینجا رو برداری اگه سبز بود لذتش اوکی. ببینم گیلاس ببینم. گیلاس هم هر 1 کیلویی 9 یاره، ولی شاید تصمیم دارم امروز برم مزرعه. توی مزرعه میتونی اونجا خودت بخوری. Brötchen بگیرم 3 تا. سری نمکشون خیلیه. چی میخوام بگیرم؟ فعلا کافیه. چیز دیگه فکر نمی‌کنم می‌خواستم این طرف ببینم چی داره. قهوه میخواستم ببینم قهوه آورده یا نه. اینو قهوه میخوام. نه خب بریم حساب کنیم. اسلحه فوتبال کلا. بچه این کاسه اتوماتیک گذاشته که خودمون حساب کنیم. خیلی هم برای ما خوبه هم برای خود فروشنده است. میریم برای اوبست میشه میوه.
بعد میریم برای آووکادو. کدوم قسمت میشه؟ نمیدونم چه مارک آووکادو بود ولی اینو میزنم یه دونه. بعد به اضافه 4 تا نونم بود، 4 تا کلا شد 2 یورو 95 سنت که با کارت حساب میکنیم. و تمام. بچه ها نمیدونم چی شد، دوربینه فکر کنم زیادی داغ کرد، ارور زد و خاموش شد. باز شد بچه‌ها رو بگیریم و بریم سمت خونه. همونطور که بهتون گفتم شاید امروز یه ویدیو از مزرعه براتون بگیرم. شاید رفتم مزرعه که توش گیلاس و فرنگی و اینا دارن، به صورت رایگان که نه، ورودی نفری 1 یورو میگیره، ولی اگه چیزی خواستی تا وقتی میخوای اونجا بری بخوری رایگانه، ولی اگه چیزی خواستی خب بعد عادتا حساب کنی وقتی میخوای ببری، ولی برای خوردن داخل اونجا رایگان میباشد. دوچرخه رو روشن میکنیم برای خونه. اینجا من باید وایسم، این را میفشاریم بلکه زودتر سبز بشه. همچنان منتظر باید باشیم. فکر کنم کارت بیمه من فراموش کردم داخل مطب دکتر موند. از اینا بهشون زنگ بزنم. ای وقت بیستم نه بچه من رسیدم خونه. ببینم میتونم ویدیو بگیرم دوباره امروز از مزرعه یا نه. اگر رفتم حتما براتون ویدیو میگیرم.
تا بعد، خدافظ.